این زندان که توی جزیره دور افتاده است در واقع بهترین زندان دنیاست که زندانیان میتونن آزادانه توش بچرخه، اما این همه امکانات بدون هزینه نیست. در واقع این سوژه آزمایشات انسانی هستند که توی کمر هر زندانی محفظه مخصوص برای تزریق کاریهای مختلفی قرار داده شده که مصطفی یعنی رئیس آزمایشگاه میتونه از طریق اون کاریهای مد نظرشو به زندانیان تزریق کنه. یه روز مصطفی و قاسم و مهسا رو فرستاد توی اتاق، میخواست یه داروی جدید رو به نام معجونش رو آزمایش کنه. بعد از این که مصطفی دارو رو بهشون تزریق کرد، بعد یهو از هم دیگه خوششون اومد و بعد یه جوری افتادن جونه که چند نفری نمیشد از هم دیگه جداشون کرد. مصطفی که آزمایش نتیجه راضی و روز بعد قاسم با پیرزن فرستاد توی اتاق. پیرزن همینجور پیشفرض اشاری بود. بعد از اینکه مصطفی معجون بهش تزریق کرد همدیگه رو پاری می‌کردن. روز بعد قاسم طبق معمول توی اتاق آزمایش نشسته بود که یهو دیو وحشی وارد شد. مشخص بود و این حیوان تزریق بشه قاسم زنده از این اتاق بیرون نمیومد. قاسم مصطفی گفت جون مادر این دفعه رو از کون ما بگذر.